بریم با دکتر بیژن هیدری هم همراه بشیم. نیمه اول تقدیمتون می‌کنیم، پای نیمه همراهتون هستیم. فولاد حامد لک درون دروازه قرار گرفته. ببینیم ارسال حامد لک پشت محوطه جریمه فرود میاد. در همین ابتدا میرن که صاحب موقعیت بشن فولادی‌ها، توپو همونجا در یک سوم دفاعی نگه میدارن. پاس سلیمانی برای موریدی، حالا ساسان انصاری، یه ارسال، یه فرصت، ضربه سر، حالا در برگشت رزاقپور. اولین خطر ضربه کرنر رو رزاقپور میزنه، یه فرصت، حالا فرصت برای فولاد، تیر دروازه و بیرانبند و همچنان توپی که بیرون نرفته. سوت داور بازی رو متوقف کرد. صحنه رو سلیمانی اثر گذاشت، ضربه سر شیرجه‌ای بلانکو. توپ دوم رو خود تراکتوری ها به تیر زدند و در نهایت اعلام خطا اینجا کامل مشخصه. صابوند سلیمانی از دو قدمی توپ رو گرفت، شجاع فکر کنم به تیر زد توپ رو. امیری پشت به دروازه توپ رو کنترل کرد برای مزرعه، یه بازیکن رو با بدن جا گذاشت. خود یوسف مزرعه تکنیکی میتونه ضربش رو بزنه، عالی زد ضربش رو، اما حیف که توی چارچوب نبود. حیف از این بابت که بازیکن به همراه داره این ضربه فنی. حسین زاده میرن برای ضد حمله، دروژک داره اضافه میشه، پاستونسکی، خود حسین زاده هم هست، یه ارسال، یه ضربه سر و حامد لک توپ رو در اختیار میگیره. این احتمالی که توپ از دست به رو ضد حمله بخورن بیشتر هست. حالا هاشم نژاد خود هاشم نژاد میزنه ضربش رو زمینی و حامد لک توپ رو در اختیار میگیره، خواهد زد. خود رزاقپور رها میکنه، اسدبگی، یه ارسال، یه فرصت برای فولاد در مقابل رزاقپور. از همونجا میخواد ارسال کنه یا نه، حالا فرار میکنه وحید امیری، کار تمرین شده، یه ارسال، دور کردن توپ توسط شیری، نگه میداره توپ رو توی محوطه جریمه. حالا یه ارسال دیگه از علی نعمتی که فولادی ها قطع کردن. حالا پشت محوطه بلانکو کجا زد ضربش رو، انجام وظیفه میکنه. چپ هم که هاشم نژاد توپگیری خوب از موریدی نتونست ضربه آخر رو بزنه. قریشی توپ رو به این شکل نمایشی پرتاب کنه، باز هم بلند روی تیر دورتر پشت محوطه، یه ضربه برگردون از کشاورزی جوان و توپی که این کار رو انجام دادن. یه بار دیگه فرصت برای فولاد، چه توپی رو زد. حالا در ضد حمله اولین لمس توپ اشتراکال، پاسش میرسه به حسین زاده سرعتی، ساسان میاد و قطع ارتباط میکنه. حالا دیگه باید بگم بهترین بازیکن زمین بوده ساسان انصاری. با این میاد به سمت چپ، کشاورزی میکاره برای ارسال رزاقپور، یه ارسال، یه ضربه، یه فرصت. نتونستن کار رو تموم کنن فولادیا، چه حسرتی میخوره. توپگیری از نادری، حالا یه فرصت برای تراکتور، چه شوت خوبی زد هلیلوویچ. ایگور پاستونسکی خودش حرکت میکنه، میزنه ضربش رو، برگشت توپ از حامد لک، سدلار نتونست. اشاره میکنن که مصدوم شده. خودش رو انداخت روی توپ، با یار خودی هم برخورد داشت، خوب دور نکرد این توپ رو، قشنگ کوبیدش زمین. مهاجم در ضد حمله، حالا تراکتور حسین زاده تراکتور حسین زاده، باز هم ساسان، یه ضربه، گل نمیشه توپ. فرصت برای تراکتور. اینجا ساسان یه بار دیگه توپ حسین زاده رو زد. نادری بود که توپ رو از لک رو هم عبور داد، اما روی خط دروازه توپ رو برگردون. اینجا ببینید ساسان توپ رو زد، تک ضرب نادری زد از روی خط. علی نعمتی توپ رو سوت پایان این دیدار. من تشکر کنم از همه همکاران خوبم. یک کارت زرد هم پاستونسکی گرفت.